بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند. چو عضوی را به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از غم دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. در واقع عزیزان بینید که امروز مردم سمرقند شهر برای آنهایی که در زلزله ترکیه جبر دیدند من این گونه موادهای ضروری را آماده کرده ایستادند که این هم البته از بودن مهر عاقبت و آدم و آدمگری است. خیر و سخاوت، نیکی و نکوکاری از فضیلت‌های خاص مردمی ما محسوب می‌گردد. البته حالت حزن‌انگیزی که بعد زلزله‌ها امروزها سوریه و ترکیه را فرا گرفته است دل هر انسان را به تاثیر نمی‌گذارد. آنهایی که از خانه و جای و نزدیکان خود جدا شدند به هر گونه یاری، دستگیری و مهر نیاز دارند. این حالت را مردم ما خوب درک کردند که امروزها با هر راهی می‌خواهند به مردم اذیت کشیده ترکیه و سوریه یارمندی کنند. از این رو یک گروه ولنتیران، تدبیرکاران و اختیاریان و خواهشمندان به کار نیک دست زدند. Bu işte ancha yildan beri 3-4 yildan beri qilib yuramiz. O'sha aholidan ishlatilmaydigan, kiyilmaydigan kiyim-kechaklarni olib muhtojlarga tarqatamiz. Turkiyada shu musibat bo'lgani sababli Facebookda, Telegram kanallarda e'lon qildik. Aholidan yordam so'rab, o'sha aholi olib kelayotgan narsalarni yig'ib, sarchirovka qilib, hozir Turkiyaga jo'natish arafasida turibmiz. Bitta konteyner kecha to'ldi. Hozir uje kelayotgan narsalar hozir mashinaga yuklayapmiz va jo'natamiz. Bolalar kiyim-kechaklari, elektropechkalar, pamperslar, chopon, ko'rpa-to'shak, kashalar, detskiy. Konsulstlar bilan xabarlashib turibmiz. Qancha kerak bo'lsa, shuncha to'plab jo'nataveramiz. طوری که در این نوارها میبینید خرد و کلان، پیر و جوانی سمرقند همه هر چیزی که توانستند اینجا آورده به تشکیلاتچیان میدهند و نیت میکنند که خلق برادری ترک از این آفتها به تیزی خلاص خورند. سمرقند اخلیم ازبکستانم بو که وقتا قرب ترول ماده بذارم از خسابز خوشکم بزدن ممنون هیچ kim boşum naqa azop naqa kulfat tushmasin. O'lganlarni Xudo rahmat qilsin, tezroq bachalari, yoshlari qutqarsinlar. Hech kim boshim naqa kulfatlar tushmasin iloyim. Alloh sabr bersin ularga. Xudo mushkullarni oson qilsin. حتی خردترکان به سردی هوا نگاه نکرده با همراهی پدر و مادران خود آمده اینجا در قطار کلانسالان به آنها تقلید کنان تا حد امکانشان یاری داده ایستادند. انا این خردسال باشد بازیچه های دوست داشته خود و خواهرش را برای کودکانی از زیر خرابه ها نجات داده شده ترک فرستاده ایستاده است. براستی این حالت را دیده گریه گلوگیرمان شد. با سرداری خیرالله ممسالیف این یکم باره مانا کارمانه چونکه 2 سال 3 سال پیش در وقت فاجعه سردابه ما همین گونه تشکیلاتی کارها را سر کرده بودیم و با سبب زلزله در شهر در دولت ترکیه و سوریه ما همراه همگروه هامان کارهای تشکیلاتی را سر دادیم. سببش از نام خلق ازبکستان و برادری خلق ترکیه یاردم فرستاده ایستادیم. مردم بسیار اعتبارشون داده این بسیار تیز حرکت آمده ایستادن. 3 روز پیش خلق و معلوم کرده بودیم، فیسبوک، اینستاگرام اعلان داده بودیم و با سردی هوا نگاه نکرده مردم خلقی ما اومده یاردمده از روی بودشان ازشان پچکا، لباس واری، خوراک واری برای زنان، برای کودکان، برای کلانسالان آورده ایستادند. وقتی به نوارگیری ما متصدیان حاکمیت ولایت سمرقند نیز تشریف فرموده با تشکیلاتچیان در صحبت شده اگر یگان یاری لازم باشد مراجعت نمودنشان را گفتند. و تلفن دستی تشکیلاتچیان باشد از آنهایی که میخواهند یاری رسانند به ایست زنگ ها آمده ایستاده است. دوستان عزیز در یک فرصتی کوتاهی که ما اینجا برای بنوارگیری آمدیم یک کانتینر و یک ماشین بارکش و پررگی پر شد و حالا ماشین دوم آمده ایستاده است و اینجا بیشتر اساساً چیزهای نو رو نوترین رو فرستاده ایستادن. نوابسته از آن که ماشین اینجا پر شد و ماشین دیگر آمده ایستاده است ولی آمدن چیزها باز دوام دارد. مردم شهر سمرقند باز به اینجا چیز میآورند و میآورند. به دقت آنهایی که میخواهند که به این خیریه حصه خود را همراه کنند رسانیدنی هستیم که این کارها جمع آوردن این گونه چیزها اشیاها در موضع سوقدیانه شهر سمرقند در نزد مسجد ینگی آباد شده ایستاده است.
бинандагони азиз, агар шумо низ ягон тӯҳфае барои бародарони турк дореду аммо намедонед ки чӣ тавр фиристед ё ин ки ба гурӯҳи волонтёрон ёрӣ расонидан мехоҳед, метавонед ба телефонҳои зерин муроҷиат кунед. код 93 330 33 39, код 97 408 80 80, код 91 163 39 49.